سلام و درود به نهمین اپیزود هامارتیا خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد معروف ترین اثر هنری جهان صحبت کنیم، تابلوی مونالیزا، و ببینیم که چرا این اثر اینقدر معروفه. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady. ببین خب با تابلوی پرداستان و پر رمز و راز و عجیب غریبی روبرویم دیگه. کلی حرف و حدیث و داستان و حالا اینکه بالاخره این تابلوی کی هستن و چقدر توی حالا تاریخ هنر هی مدام سر این بحث بوده بین مورخان هنر، بین پژوهشگران هنر. آدما فکر میکنن که حالا مثلا ما در مورد داوینچی صحبت میکنیم، یعنی همه خب میدونن مال داوینچیه، ولی یه بحث ریشه داری داره که آیا این تابلو اصالتا مال داوینچیه یا یکی از شاگرداش کشیده. دقیقاً. خب اگه با تابلو شروع بکنیم، اساساً این که اصلا این پورتری چه کسی هست کلی سرش بحث شده. چیزی که خب روایت اولیه بوده و از مثلا بعضی از روایت دست اول و متون دست اول بر اومده، میگن از خانمی به اسم لیزا دو ژوکوندو که همسر یک تاجر حالا معروف فلورانسی بوده. میگن که حدودای مثلا 1503 این سفارش رو به حالا آقای داوینچی یا به قول شما آقای داوانچی خلاصه میدن و اونجاست که اصلا ماجرای مونالیزا شروع میشه. ژوکوندو البته چیز بوده دیگه، اسم شوهرش بوده دیگه. آره دیگه، در اصل خودشون از خانواده حالا جراردینی یا گراردینی بودن فکر کنم. آره، بعد انگار اینجوریه که میگن که خانواده گراردینی خانواده اصیلی بوده، یعنی با اصل و نسب بودن، ولی خیلی اون موقع اوضاع مالیشون خوب نبوده. برعکس ژوکوندو انگار خیلی مثلا خانواده با اصل و نسب و مثلا با مثلا اشرافیت اینا مثلا نبودن، ولی از اون موقع به لحاظ وضع مالی اوضاع خوبی داشتن. این ازدواج عملاً این دوتا مثلا اصل و نسب و خلاصه ثروت رو به هم پیوند میده و یه زندگی گویا مثلا خوب و آروم و راحتی هم داشتن با هم دیگه. خلاصه یکی از اولین حالا در اصل متونی که به این قضیه اشاره میکنه مال آقای وازاریه که میگه که این تابلو در اصل سفارشی بوده که از سمت حالا فرانسیسکو یا فرانچسکو به آقای داوینچی داده شده بوده دیگه. خلاصه میگه که بعد از 4 سال نقاشی رو نیمه کار رها میکنه و به فرانچسکو هم نمیده و خب به خاطر قضایایی که براش پیش میاد فلورانس رو ترک میکنه و میره میلان. ببین این سوالیه برای من، احساس میکنم اتفاقا، یعنی خب درسته که این تابلو رو با خودش میبره، ولی ما هیچ قرینه‌ای نداریم تو تاریخ که به فرانچسکو تحویل نداده باشه چیزی، یا چون نسخ زیادی ازش وجود داره، شاید یه نسخه تحویل یارو داده. ببین تو حالا بعضا متون تاریخ خب اشاره میشه که مثلا خانواده دل ژوکوندو خب مدام اینو از در اصل داوینچی هی طلب میکردن، یعنی حتی این اصرارهای خانواده دل ژوکوندو که آقا اینو به ما بده چرا نمیدی. آره حتی میگن که عملاً پولی هم هنوز نگرفته بوده، تا آخرام پولی نمیگیره آقای داوینچی برای این تابلو دیگه، حلال خور بود. آره. خب بعد حالا یعنی اتفاقی که بعداً میفته اینه که خب بالاخره بعد از اینکه میره میلان و اتفاقاتی که میفته و دوباره برمیگرده ونیز و دوباره بعدش میره فلورانس و اینا، ولی در یک مقطعی حالا یک نامه‌نگاری میکنه با شاه فرانسیس اول و اون ازش دعوت میکنه که بیا فرانسه و میره فرانسه و اونجا با خودش میبره تابلوی مونالیزا رو. حالا اینجا 2 تا نقل وجود داره. بعضیا میگن که این مونالیزای اصلی که الان تو لووره تا لحظه آخر پیش خودش بوده و بعد از مرگشه که مثلا این تابلو در اختیار شاه فرانسیس یکم یا شاه فرانسیس اول قرار میگیره. بعضیا میگن که نه، خود داوینچی این رو در زمان حیاتش مثلا به اون یک هدیه داده بوده، ولی خب اتفاقی که میفته اینه که بالاخره میدونیم که این در دست حالا حاکمیت فرانسه میفته بالاخره تابلو. بعد حالا تا انقلاب فرانسه این حالا تو شهرهای مختلف فرانسه میچرخه. زمانی که انقلاب فرانسه رقم میخوره اونجاست که اصلا تابلو برای اولین بار میره موزه لوور. این اتفاق حدود 1797 میفته. بعد جالبه ناپلئون که میاد رو کار تو حدود سال 1800
اینو از لوور ور می‌داره و میبره توی اتاق خواب شخصی خودش، توی یک کاخی به اسم کاخ تویلری اگه اشتباه نکنم. بعد از اینکه حالا ناپلئون تبعید میشه دوباره تابلو برمیگرده به لوور رو دیگه از اون موقع دیگه توی لوور به صورت دائمی میمونه و خب داستانا شروع میشه. یه نقلی هم هست در مورد یعنی یه دعوایی هم هست سر ناتمام بودن چیز دیگه این قضیه تابلو. این رو در موردش نقل تاریخی چی داریم؟ ببین باز دوباره یه روایت دست اول دیگه است. حالا اون روایتی که از وازاری گفتم تا مدت‌ها مثلا میگفتم بالاخره این یک روایت از اون دل تاریخه، ما ممکنه مثلا روایت‌های مختلفی داشته باشیم، ممکنه اصلا این روایت وازاری درست نباشه. ولی یک دانشمندی به اسم آقای آرمین اشلشتر، یک محقق آلمانی بوده که جالبه که داشته توی کتابخونه دانشگاه هایدلبرگ که قدیمی‌ترین دانشگاه آلمانه، یعنی تأسیسش حدوداً مال 1386 میلادی، یعنی حتی قبل از اصلا به دنیا آمدن آقای داوینچی، داشته برای یک نمایشگاهی فهرست نگاری می‌کرده مثلا کتابای دانشگاه رو، اونجا به یک حاشیه نگاری توی یک کتابی برمیخوره. در حاشیه کتاب یک دست‌نوشته بوده که امضاش مال اکتبر 1503 بوده از آقای آگوستینو وسپوچی که این دستیار و منشی ماکیاولی معروف بوده. حالا اینجا چی نوشته؟ اینجا به صراحت نوشته شده که لئوناردو داوینچی در تمام نقاشی‌هایش از روش آپلس که تقریبا معروف‌ترین نقاش دوره مثلا یونان باستانه. معروف‌ترین نیست البته. داریم مثلا زئوکسیس و اینا رو هم داریم که چیزه. بعد میگن که از جمله در نقاشی پورتری او از اینجا دیگه اسم آورده که از پورتری و از لیزا دل ژاکوندو و حالا مثلا اینجا میگه مثلا مادر باکرم همینطور. ولی اینجا که به صراحت از اینکه داوینچی مشغول کشیدن پورتری این خانم بوده میگن که خب دیگه تطابق این دوتا گزاره دست اول نشون میده که خب ما یعنی با قطعاً این سفارش داده شده بوده و داوینچی در حال کار بر روی این پورتری معروف بالاخره بوده و قطعا مال این خانومه. ببین من متن رو تا جایی که میدونم یه چیزی داره که میگه آپلس هم یا حالا آپلیز یا یه همچین چیزی، نمیدونم دقیقاً چی تلفظ میشه توی حالا تو انگلیسی که آپلیس تلفظ میشه. میگه که آپلیس همه نقاشی‌هاش رو ناتمام میذاشته، یه اشاره‌ای به این مسئله داره. بعد میگه مثل داوینچی که این کار رو اینم عادت داره که چیز بکنه. بعد من یه جای نقلی خوندم میگفتش که مثل اینکه چیز بوده، مد بوده اون زمان که حالا یه در واقع استنباطه، البته نقل نیست، استنباطی که از به حال محققین بوده که میگه که به نظر میرسه که یک فاکتور هنرمندی بوده، یعنی یه استادی مثلا میگفته که، ولی خب فروید توی اون مقاله معروفش که خاطره کودکی لئوناردو رو بررسی میکنه یه نکته‌ای داره، میگه که انگار که همه این کسانی که به نوعی نابغه ان در زمینه حالا خلق اثر هنری یه جایی خسته میشن، یعنی یه جایی میگن که اون تصویری که در ذهن منه هیچگاه نمیتونه انگار به واقعیت بپیونده، بخاطر این تا لحظه آخر هی چیزش میکنن، به اصطلاح تغییر و دستکاریش میکنن، ولی یه جای دیگه خسته میشن و ولش میکنن به جای اینکه چیز. حالا اینم احتمالاً ارجاع داره به اون مسئله دیزایر و اون قضیه میل دیگریستی که بعداً حالا لکان هم مطرح میکنه. تو این حوزه باز دو تا نقل قول جالب از خود باز وازاری هست. یکیش اینه که از داوینچی، یعنی از زبان خود داوینچی اینو نقل میکنه که با یک حسرت و با یک مثلا انگار پشیمونی اینو ابراز میکنه که مثلا تو عمرم یه کارو درست حسابی انجام ندادم و انگار چون تو میگی که مثلا حالت مد بوده، انگار واقعا داوینچی خیلی مثلا از این قضیه راضی نبوده که مثلا وازاری نقلی داره. من امروز داشتم کتابشو نگاه میکردم، میگفت این نقل رو وازاری میکنه، میگه داوینچی نمیدونم انگار در یک جای نوشته اینو، میگه دستان من با تمام مهارتی که به ظاهر در آنها نهفته است توانایی شکل بخشیدن به اندیشه های مرا ندارد. یعنی آره انگار که اتفاقا اون چیزی که فروید میگه و شما داری میگی نزدیکتره به اون چیزی که واقعیت پذیرفته. یا مثلا یه نقل مثلا بامزه دیگه ای راجع به چیز داره، شام آخر داره، اینکه اون موقع خب تو میلان داشته شام آخر رو میکشیده،
نقل اینجوریه که بعضی وقتا انقدر مثلا جدی و سفت و سخت پای کار بوده که مثلا تا روزها مثلا بعضی از وعده‌های غذاییشو از دست میداده و مثلا پای کار فقط شام آخر بوده. و میگن بعضی وقتا مثلا روزها میگذشته و تقریبا کاری روی مثلا تابلو نگاه مثلا میمیده، مثلا ساعت‌ها نگاه می‌کرده و میرفته. و وازاری میگه اتفاقا نوابغ معمولا اینجوریه که زمانی که کمتر کار میکنن آثار خفن‌تری انگار بیشتر کنه. آره یه چیزی در مورد چخوف هم معروفه دیگه، میگن چخوف داستان‌هاشو با از زیر دستش میکشیدن بیرون ببرن برای چاپ، یعنی تا لحظه آخر هی دستکاری میکرده برای اینکه برسه به اون مرحله. دقیقاً. این هم اتفاق جالبیه. آقا تا توی این قضیه هستیم، من 2 تا چیز جالب یادداشت کردم که بگم. خب مونا، من اول برام سوال بود که خب مونا یعنی چی؟ مونا در واقع مخفف شده مدوناست. آره به معنی بانو یا مثلا مادام. این یکی. دو اینکه جکوندو میدونستی به معنی هپیه، به معنی شاده کلا به طور آره، یعنی مثلا ما لبخند جکوندم که میگیم یه چیز ترکیب جالبی میسازه. خب در مورد تابلو چیزی اضافه داری بگی برامون؟ ببین خب ما با یک آدم عجیب غریب روبرویم. بالاخره نبوغی که آقای داوینچی داشته، حالا خب یه بخشش ممکنه به این دلیل باشه که خب خیلی‌ها دوست دارن که از دوره رنسانس بالاخره یک شمایلی داشته باشن برای خودشون. ببین مثلا ویل دورانت خب از بین این همه شخصیت جذابی که توی بالاخره عصر رنسانس وجود داره میاد یکی رو اگه انتخاب بکنه، خب میاد داوینچی رو انتخاب بکنه. یه عبارت خیلی عجیب غریبی هم به کار میبره، میگه که درسته که اون مرد دوره رنسانس نبود، زیرا چندان نجیب درونگرا و مهذب بود که نمیتوانست نماینده زمانی باشد که بالاخره مردانش در حرف و عمل خیلی شدید و نیرومند بودن. میگه اون یک مرد جهانی به تمام معنا ممکنه نباشه، زیرا طبع متنوع الاطوار او خصال سیاستمدار و مدیر را نمیتوانست داشته باشد، اما با تمام نقایص و محدودیت‌هایش کاملترین مرد رنسانس و شاید تمام اعصار باشد. یعنی ببین یه تعریف و تمجید عجیب غریبی. حالا همین آدم خب بالاخره وقتی که با همون تریپ چخوفی که تو گفتی تابلوی رو میره سراغش و بعد تا آخر عمر هر جا میرفته با خودش چیز میکرده، حمله میکرده و تا آخر عمر میگن روش کار کرده، معلومه اتفاقات و رمز و رازهای مختلفی تو این تابلو نهفته است. حالا میخوام بریم سراغ خود تابلو تا ببینیم که خلاصه تو این تابلو چه خبره. یه چیزی هست در مورد این نقلی که گفتیم اول بگم. ببین واقعا آدم خفنی بوده لئوناردو. یعنی وقتی تو نگاه میکنی میبینی که در روزگاری که این گونه تحقیق کردن مد نبوده، میره 30 تا جسد مثلا تشریح میکنه، اینجوری نگاه میکنه و اون نبوغ عجیب غریبش که مثلا در سنگ شناسی، در گیاه شناسی، در و حالا یه چیزی رو من بعداً جلوتر میگم در اپتیک، یعنی چقدر پیشرو بوده در این تحقیقات و این زمینه ها. به نظر میاد که واقعاً باید این رو گفت در موردش. دقیقاً. حالا اصلا بذار از همینجا بریم سراغ تابلو. ببین یه چیز عجیب غریبی که توی حالا دستای مونالیزا میشه اینو دیده و باز به همین قضیه‌ای که میگی که اینقدر مثلا کالبوچک، چون میگن مثلا تو یادداشت‌هاش هست که میگه به مهارتی از کالبوچکافی رسیده بود که زمان مثلا برش مثلا اعضا و پوست و تشریح اعضا اندکی حتی خون از چیز نمیریخته بیرون. این جسد خون میریزه بیرون. آره بالاخره تو رگ‌ها تو حجمی از خون ممکنه مونده باشه و تو وقتی که اینو پاره می‌کنی ممکنه مثلا خون چیز بشه. میگه به چنان مهارتی رسیده بودم که مثلا رگا رو پاره که رگا رو مثلا اصلا چیز نمی‌کردم. عجب. الان تو دستای مونالیزا اگه دقت بکنی ببین انگار یک تهمایه خیلی محوی از رنگ سبز ما می‌بینیم. خب و میگن که خب ما اگه خودمون مثلا به دستامون اینجوری نگاه بکنیم انگار یک مثلا تهمایه از رنگ سبزه که میگم بالاخره به خاطر عبور رگ‌ها و مویرگ‌های ریزی که ما تو بدنمون هست این تهرنگ رو می‌بینیم. ببین یه تکنیکی رو آقای لئوناردو انگار که پایه‌گذاری کرده بر اساس همین نوع حالا یعنی بر اساس اون کالبوچکافیاش به نام ورداچیو. توی ورداچیو انگار که رنگ اصلی و بیس نقاشی انسان سبز اول، یعنی سبز، بعد با مشکی و زرد حالا ترکیباتی که ما این رو توی اون تابلویی که
در مورد ستایش مغان هم که بچه‌ها لینکشو میذارن اینجا. علاقه داری اینو بگی که حتما اینجا میذارن. آره اونجاست، راست میگه اونجاست، من همیشه چون اونور میشینم. تو اونم میبینیم که چقدر اون رنگ بیس سبز واضحن، بعد حالا مثلا روش چیز میکرده و آره این نکته مهمیه. حالا یه چیزی من میخوام بگم، حالا قبل از اینکه بریم سراغ تشریح این قضیه، ببین خب خیلی دعواها هست سر نسخه، یعنی سر تحلیل نقاشی مونالیزا و حالا مثلا سر ابروهاش، سر مثلا رنگش و اینها. خب همونطوری که قبل از ضبطم داشتیم من میگفتی و انگار که اصلا عادت لئوناردو بوده، از تابلوهاش کپی های زیادی رو تهیه میکرد در خود استودیوی خودش. حالا نمیدونم میفروخته یا برای یعنی کاربرد آموزشی داشته برای شاگرداش، اینا نمیدونم. یکی از نسخه های خیلی مهم ماجرا که اخیراً هم کشف شده، نسخه است که در موزه پرادوی اسپانیا نگهداری می شده. این نسخه یک نسخه از مونالیزا است که بک‌گراندش کاملا مشکی مونوکروم بوده و آدم ها و حالا محققین فکر می‌کردن که خب اینم حالا یه کپی از بین این همه کپی هایی که از چیز وجود داره. تا اینکه در سال 2012 یه آقای میاد و این رو میبره ایکس ری میکنه، متوجه میشه که چند تا چیز رو متوجه میشه. یکی این که متوجه میشه منظره‌ای که اون پشت وجود داره، یکی متوجه میشه زیر اون رنگ سیاه مونوکروم منظره وجود داره و میفهمه که رنگه به لحاظ قدمت زمانی حدود 200 سال بعد اضافه شده رنگ مشکی، یعنی یک شیر پاک خورده‌ای پیدا شده و اون بک‌گراند رو مشکی کرده. این مسئله. نکته دوم که پیدا میفهمه اینه که تمام لایه‌های رنگی این تابلو عین به عین منطبق با مونالیزای اصلی. و نکته بعدی که مثال و حتی میفهمه که کارکشن ها و اون اصلاحاتی که در نسخه اصلی ایجاد شده تو این نسخه هم اعمال شده و مثلا لایه هایی که عرضم به حضور شما بررسی میکنه، مثلا یک لایه‌ای رو گویا لئوناردو استفاده میکرده یا حالا نمیدونم مرسوم بوده به نام ایمپراماتورا، حالا مثلا ایتالیایش ایمپراماتورا احتمالاً بوده. Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. آقا من یه چیز در مورد بگم، در مورد تلفظ بگم که درد دلمو واس کنم. بعضیا خیلی در مورد تلفظ چیز کردن، به ما گفتن. آقا یه تلفظ در زبان مطرحه دوستان و به مفهوم اصلا ارتباطی نداره. یعنی مثلا شما کورس های انگلیسی امریکایی رو نگاه کنید، هیچ کدومشون نمیان مثلا داوینچی رو داوینچی تلفظ کنن یا مثلا چه میدونم کیاروسکورو رو کیاروسکورو مثلا تلفظ کنن. ولی خب من میبینم دوستانی که حالا به خصوص ما ایرانی ها هم یه عادتی داریم، فکر میکنیم که مثلا هر چه تشبه میکنیم به مثلا اون آدم ها خیلی باسوادتر و با کلاس‌تریم. واقعا این هیچ ارتباطی با اصل مفهوم و اینها نداره. گرچه من نمیگم که باید غلط تلفظ کرد، باید تلفظ رو به هر حال حفظ کرد، ولی خب به هر حال اینم هست دیگه که ما پشت تلفظ قایم نشیم برای اینکه لفظ مثلا بگیم که آقا این غلط علمیه. غلط علمی یا مفهوم علمی، مفهوم فلسفی ربطی به تلفظ واقعا نداره، ولی گرچه باید سعی کرد که تلفظ رو حفظش کرد. مثلا اصالت با تلفظ نیست دیگه. آفرین. اینو میخواستم بگم. آره اومد مثلا ایمپراماتورا رو اومدن دیدن که خب ایمپراماتورا چی بود؟ یه لایه‌ای از وارنیش انعکاس دهنده نور رو لئوناردو میزد زیر تابلوها که نور رو انعکاس بده، عبور نده از خودش، که تابلوها یکم حالت شارپتر و یکم حالت عرضم به حضور شما که شفافتری به خودشون بگیرن. حالا خلاصه این دانشمند مورد نظر ما که اسمش هم حفظ نکردم در سال 2012 این مسئله رو فهمید که آقا تمام این لایه‌ها و رنگ‌گذاری‌ها منطبق با مونالیزای اصلی که ما داریم درش صحبت می‌کنیم و متوجه این مسئله شد که به نظر میرسه این دوتا نسخه در استودیوی لئوناردو همزمان با هم تولید شدن.
یعنی لئوناردو داشته میکشیده، یک آدمی هم داشته کنارش، حالا احتمالا از شاگرداش، بعضیا میگن سالای، بعضیا بقیه شاگرداش. و عرضم به حضور شما که خلاصه این نظریه تقویت پیدا کرد که به نظر میرسه که این دوتا همزمان نقاشی شدن. بعد نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که یک اتفاق عجیب میفته اینجا. دوستانی که یعنی من یه مقاله‌ای داشتم، حالا این معروف به نسخه پرادو، من داشتم نسخه پرادو رو یکمی مطالعه می‌کردم، در موردش یه مقاله‌ای پیدا کردم به عنوان داوینچیز مونالیزا Entering the Next Dimension. چی میگه؟ نوشته آقای کلاوس کریستیان کربون و ورا ام هسینگلر. چی داره میگه؟ میاد بررسی میکنه، میبینه که مونالیزای اصلی ما و نسخه پرادو به اندازه یکی دو درجه با هم اختلاف زاویه دارن در نگاه و این نه تنها اختلاف زاویه دارن بلکه انگار جلو عقبن نسبت به مدل. بعد در اثر حالا بررسی هایی که کردن این تئوری رو مطرح میکنن حتی که به نظر میرسه که لئوناردو میخواسته با این دوتا تابلو که همزمان داره کشیده میشه و عیناً کشیده میشه یک تصویر سه‌بعدی بسازه که بر اساس خود تصویرهای سه‌بعدی چیز دیگه، بر اساس اختلاف زاویه دوتا چشم ساخته میشه دیگه. و میگن که یعنی واقعا از لئوناردو بعید نیست با توجه به مطالعاتی که تو اپتیک و اینا داره، نظر میرسه که میخواسته این کار بکنه. حالا اینا رو گفتم که بگم قبل از رفتن سراغ تابلوی اصلی ما یه چیزی رو به عنوان نسخه پرادو داریم که خیلی حرفا به همون میزنه و انگار که با توجه به اینکه نسخه پرادو خیلی مطرح نبوده انگار بهتر هم نگهداری شده، یعنی بلا سرش نیاد از اتاق خواب آقای ناپلئون تا 1001 جای دیگه و رنگ ها توش مثلا بهتر حفظ شدن و اینها کمتر ترک خورده. خب مونالیزا اگر تصویر با کیفیت، یه چیزی هم باز بگم، اگر یه موقع خواستید که تصویر مثلا نقاشی ها رو بررسی کنی، خب برخورد نزدیک که طبیعتا خیلی بهتر از آن چیزی است که آدم توی عکس و اینها ببینه، ولی به جز مواردی دیگه بعضی مثلا حالا همین مونالیزا رو ما اگه بخوایم بریم ببینیم، همین که خب خیلی فرصتی نیست چون صف طویلیه، تو اینکه فاصله زیادی و اینها، ولی به طور کلی اما اینها رو توی گوگل آرتس اند کالچر خیلی با کیفیت‌های خوبش وجود داره. اینو وقتی می‌بینیم، باز این پرانتز بسته، وقتی که مونالیزای اصلی رو نگاه می‌کنیم خب خیلی ترک خورده، رنگش زرد شده، ولی نسخه پرادو این اتفاقا براش نیفتاده. اینو می‌خواستم باز دوباره بگم، هی حرف تو حرف شد. ما الان برای شروع توجه به مونالیزا به نظرم یک شاهد مثال خوبی داریم به نام نسخه پرادو که باید در مورد، یعنی میتونیم باش مقایسه کنیم این چیزا رو. دقیقاً. و همین حالا میخوای بریم سراغ اصل مطلب. همون پس تا نرفتیم چون اینا رو مطرح کردی، چیزایی من که گوشیم افتاد. بگو من ببخشید. حالا تا نرفتیم سراغ تابلو اصلی، منم چون مربوط به این نکات اینا رو بگم. خب ما یک نسخه دیگری هم از مونالیزا داریم به اسم مونالیزای آیزلورس. بعد خب این مونالیزا به لحاظ چهره پردازی خب یه تفاوتایی با مونالیزای اصلی داره، ولی به لحاظ بررسی‌هایی که انجام شده، چه به لحاظ قدمت تابلو که دقیقاً برمیگرده به همون زمانی که مونالیزا کارش شروع شده بود، به لحاظ حتی زاویه مثلا چیز، به لحاظ مثلا بررسی‌های لایه‌های مختلفی که تو نقاشی هست، احتمالش خیلی بالاست که این کار خوده. میگن حداقل کار یک استاد مثلا چیز بوده، استاد بزرگ بوده و احتمالاً کسی تو این ابعاد نبوده که بتونه مثلا جز خود داوینچی این کارو بکنه. یه بحث دیگه، یه اتفاق خیلی عجیب غریبیه که سال 2015 میفته و عملاً جریان نگاه به نقاشی مونالیزا رو به طور کلی توی یک قطعیتی میبره. اونم آقای پاسکال کوته که 10 سال هی داشتم فکر کنم اسمش چی بود. آقای پاسکال کوته دانشمند فرانسوی 10 سال داشته روی مونالیزا مطالعه میکرده. حالا یک تکنولوژی رو روش کار میکنه به اسم تکنولوژی روش تقویت لایه. یعنی حالا نورها و حالا تابش‌ها رو با طول موج‌های مختلف به تابلو میتابونن و بازگشتشون رو حالا با این طول موج‌های مختلف
کمک میکنه که ما بتونیم لایه‌های زیرینی که در تابلو وجود داشته رو ببینیم. و خروجی کار خیلی عجیب غریب بوده. یک زنی حتی به لحاظ ابعاد کمی کوچکتر از مونالیزای فعلی، با چهره نسبتاً زنانه تر و متفاوت تر، زیر این تابلوی اصلی الان وجود داره و میگن که حتی چهره فعلی انگار اندکی مردانه تر از اون چهره است. یعنی اون چهره قشنگ یک چهره زنانه است که میگن احتمالاً این همون پورتری بوده که مونالیزا داوینچی در ابتدا از لیزا دل ژاکوندو کشیده بوده و بعد در طول سالیان مختلف هی شروع میکنه به تغییر دادن این قضیه تا میرسیم به مونالیزای فعلی. حالا این که دیگه چه اتفاقی میفته که میرسیم به مونالیزای بعدی، بریم سراغ خود تابلو، بعد حالا برمیگردیم. من یه چیزی تو پرانتز بگم. ببین این تئوری ها من رو به یک تناقضی میرسونه. اگر این مسئله نسخه پرادو درست باشه، یعنی اینکه لئوناردو و حالا اون شاگرد مورد نظر که سالایه یا هر کس دیگه است نشستن جلوی یک مدلی و مدل رو نقاشی کردن. خب اما اگر لئوناردو بعدها مدل رو تغییر داده رو تابلوی خودش، روی اون تابلو، چون مثلا تنها تابلویی که با خودش میاد فرانسه دیگه مونالیزا، یعنی اگر این تغییرات اونجا داده رو این نسخه سالای چرا این تغییرات اعمال شده؟ اینم برام عجیبه که چجوریه، یا مثلا اینا مال قبل این ماجراست، قبل رفتن به فرانسه است، نمیدونم اینا رو. آیا مثلا با خودش بقیه نسخه ها رو هم میبرده و رو اونام کار میکرده؟ من بازم اینو نمیدونم که سالایی مثلا تو فرانسه همراه استاد بوده یا نه. چون تازه یه پورتری دیگه ای از مونالیزا وجود داره که اونم مثلا باز منسوب به سالای، فرق میکنه با این نسخه پرادو و اونم میگن مال سالایی، که البته ما قبل از اپیزود دیدیم خیلی انگار پورتری وفادارانه به پورتری اصلی نبود. و یه چیز عجیب‌تر باز دوباره تا از این دور نشدیم، بعضی کپی‌های مونالیزا هستن که به اون تصویر پاک شده نزدیکن. یعنی انگار مثلا طرحی که رافائل از مونالیزا کشیده به اون یکی نزدیک‌تره. حالا باز نمیدونم، به خاطر همین اون اول گفتم که من حدس میزنم یه نسخه رو تحویل چیز داده باشه. به نظر مثلا داریم گپ میزنیم درمش دیگه، به نظر میرسه که یا نسخه رو تحویل داده یا یه نسخه ای از مونالیزای اصلی وجود داشته که اینها اونا رو دیدن. چون مثلا باز تو نسخه ای که آقای رافائل کشیده اون دو تا ستون وجود داره، اون بغل، اون پشت، و این باعث شده بود که خیلی تا مدت‌های زیادی محققا فکر کنن که تابلوی مونالیزای اصلی که در دست ماست به اصطلاح کراب شده، تریم شده و یه قسمتی از به اصطلاح نقاشی بریده شده. ولی تحقیقات جدید نشون داده که نه، این به هیچ وجه دستکاری نشده، این تیریم نشده. این هم به هر حال جالبه. درست. حالا این چیزی که گفتم راجع به این که بالاخره یک پورتری اولیه بوده، بعد انگار در طول ثانیان آقای داوینچی میاد اینو دستکاریای روش انجام میده. دو تا حالا در از فرضیه مشهور و نسبتاً مثلا خوب و قابل اعتنا هم وجود داره این وسط. یکی این که اومدن یک بررسی‌هایی کردن و یک مقایسه‌هایی کردن با پورترهایی که مثلا لئوناردو داوینچی از یحیای تعمید دهنده کشیده که میگن که این تقریبا توی تاریخ ثبته که خب سالای به عنوان مدل میشسته جلو. حالا اینم بگیم که بالاخره سالای از زمانی که داوینچی میره توی میلان یک دستیاری رو استخدام میکنه که حالا اسمش یه چیز دیگه بوده، این لقبیه که در اصل لئوناردو داوینچی به شاگردش میده که میشه شیطان کوچک. یه همچین مثلا چیزی داره، ناقلا. آره مثلا ناقلا. حالا بماند که بالاخره حالا گرایش جنسی هم که آقای داوینچی داشته کلی سرش بحثه و اینا، نقاشی شیطون بلایی با هم میکشه. آره. خب این حالا اصلا این که حالا چون خیلی ممکنه اصلا ندونن که اصلا سالایی که راجع به کی دارید حرف میزنید، سالای دستیار و نزدیکترین فرد عملاً به داوینچی از زمان مهاجرتش به میلان بوده و تا آخر عمر این دوتا با هم بودن و عملاً وارث همه چیز انگار لئوناردو داوینچی سالای بوده. یعنی بررسی‌هایی میکنن بین مثلا این تابلوی یحیای تعمید دهنده و مونالیزا و احساس میکنن که قرابت‌های خیلی نزدیکی بین این دوتا هست. یعنی احساس میکنن که داوینچی اول اومده پورتری یک زن رو کشیده و بعد ویژگی‌های مردانه‌ای که از چهره سالای بوده رو اضافه میکنه به این و انگار مونالیزا ترکیبی از چهره یک زن و یک مرده.
حتی یک فرضیه دومی که وجود داره اینه که میگن که یک خب تصویری منتسب به داوینچی که معروف به پورتری مردی با گچ قرمز، میگن حتی محققین اومدن به لحاظ ابعاد صورت، اندازه اندام‌هایی که در صورت وجود داره، اینو یک تطابقی باز با مونالیزا دادن. باز اینجا تطابق خیلی بالا بوده، یعنی حتی بعضی میگن که مونالیزای فعلی ترکیبی از چهره خود داوینچی و اون لیزا دل ژکوندویی که اول مثلا رو کار بوده. خلاصه این اتفاقاییه که خیلی راجع به این چیزا بحث میشه که اگر یک مقدار، حالا چون دیگه شاید فرصتش پیش نیاد، ببین من به نظرم این تصویری که داوینچی از مونالیزا کشیده این زیباترین انسانی است که به نظر داوینچی میتوانسته ظهور و بروز داشته باشد. یعنی چهره یک انسان واقعی نیست، حالا یه بیسی داره ها، طبیعی هم هست، ولی به نظر میرسه که اون تغییراتی که داده تو گونه ها، تو حالا این حالت نمیدونم اینجا چی میگن بهش، قبقب که نمیگن، قبقب این زیره چونه دیگه، نه این اینجاهاش، اینجا لپاش آویزونه یه مقداری یا چیزای شبیه این. به نظر میرسه که چون حالا بعداً در موردش صحبت کنیم، به لحاظ تناسبات تصویری منطبق بر تناسبات فیبوناچی کامل، هم صورت هم فیگور هم همه این نسبت 1.6 که انگار میگن. آره. و حالا نکتهش اینجاست که به نظر من این دیگه اون چیزی نیست که خب داوینچی خیلی تأکید میکنه بر دیدن دیگه. یعنی اگر یک نفر باشد که بر دیدن بخوایم بگیم تأکید مؤکدش بر دیدن وجود داشته باشه از ابتدای تاریخ تا احتمالاً داوینچیه. کما اینکه گفتی، یعنی مثلا ساعت‌ها بعضن میشسته و فقط نگاه میکرده، یا میرفته 30 تا آدم رو رفته و پاره پوره کرده برای اینکه بفهمه مثلا چشم چجوری کار میکنه، مثلا عضله ها چجوری و فلان. چی بود باز؟ نگاه کردن خیلی مهم بوده براش. و با این حال همواره در این تضاد بوده که یعنی خب یه تضاد فلسفی عقلی است واقعا، که آیا آن تناسبات ریاضی خفنی که ما میگوییم خوبه یا این چیزی که ما واقعا میبینیم خوبه. و به نظر میرسه که اینجا لئوناردو سعی داشته که این مسئله رو حل و فصل کنه. آره یک انسان مثالی رو کشیده دیگه. آره انگار واقعا یک شمایلی از زیباترین انسان ممکنه از نظر قول تو داوینچی بوده شاید. حالا دیگه هی داریم پرانتز، من واقعا به عنوان پرانتز آخر اینو بگم. ببین خیلی از اوقات توی مثلا محتوایی که میشنیدم بعضا این خیال به وجود میومد که انگار مثلا داوینچی به اجبار نقاشی میکشیده و علاقه اصلیش انگار مثلا علم و تشریح و نمیدونم آناتومی بدن و مهندسی و ساخت مثلا سلاح و اینا بوده، در حالی که یک نقل مهمی رو از داوینچی توی کتاب هنر در گذر زمان گاردنر من دیدم که میگه که تمام این اتفاقاتی که من به لحاظ علمی دنبال میکردم همشون برای این بود که من فقط تبدیل به نقاش بهتری بشم. یعنی اگر من میرم سراغ آناتومی، اگر من میرم سراغ مطالعه علم، آره من آدم مثلا کنجکاویم، من خیلی مثلا دوست دارم که یک، حالا اون موقع این لفظ احتمالاً به کار نمیرفته که من یک ساینتیست باشم، ولی خب دوست داشته یک دانشمند تجربی باشه واقعا. ولی انگار همه اینا رو در خدمت نقاشیش میدونسته، نه اینکه مثلا نقاشی بکشم که حالا مثلا به عنوان یک فعالیت جانبی باشه و مثلا اصلش اینه که من یک مثلا دانشمندم. این اشتباه هم من خیلی دیدم توی بعضن محتواها. حالا چون شما همیشه در همه قسمت‌های تیکه‌ای به هنرمندان داخلی میندازی، من این دفعه نگفتی، بذار من بگم. این اتفاقا یه نکته خوبیه، قابل توجه واقعا آدم‌هایی که میخوان هنر خلق کنن، که آقا همه چیز فقط این نیست که تو بری تو فیلم‌ها غرق شی، بری تو کتاب‌ها غرق شی، توی داستان‌ها غرق شی. یه نقلی رو من از یه مصاحبه‌ای بود از مارکز میخوندم که گفته بود که پرسیده بود سأل سائلون یه نفر یعنی مصاحبه کننده ازش پرسیده بود که چی داری میخونی الان، یا چی توصیه میکنی که بخونن نویسنده ها، چون خیلی سال پیش خوندم الان که گفتی خاطرم اومد. مارکز میگه که همه چیز، نویسنده باید همه چیز بخونه به فراخور داستانش، و بعد میگه من الان دارم یه کتاب در مورد کشاورزی میخونم چون در مورد مثلا در یکی از رمان‌ها نیاز دارم به این مسئله. اینم خیلی واقعا به نظرم اصلا تجربه شخصی که من و تو با هم داشتیم. خب من خیلی از اوقات مثلا یه
داستانکی مثلا می‌نوشتیم و برای صدرا میفرستادم که صدرا بخونه و نظرشو بگه. یه بار دیدم که صدرا برای من یه مثلا چیزی فرستاد از یه سمینار راجع به علوم شناختی. اول فکر کردم مثلا صدرا اشتباه فرستاد. خب یعنی چی مثلا علوم شناختی به چه درد من می‌خوره و اینا؟ بعدم نه، صدرا میگه که نه اتفاقا اینو برای داستان نویسید فرستادم که چقدر مثلا علوم شناختی بعضا کمک میکنه ما در خلق مثلا کاراکترها بفهمیم که در مثلا مغز کاراکتر چی داره میگذره که بتونیم اونو ملموس‌تر، عینی‌تر و مثلا باحث‌تر اونو خلقش بکنیم. اینم چیز جالبیه. دقیقاً کاریه که لئوناردو کرده دیگه. حالا الان بریم سراغ تحلیل اثر، میرسیم به اینکه چگونه روانشناسی، حالا نه روانشناسی ادراک بلکه فیزیک ادراک رو به کمک گرفته برای اینکه این شاهکار رو خلق کنه آقای داوینچی. خب بریم سراغ تابلو. You're the last of your kind, Mona Lisa, with a wink of your eye, make it all right. خب ببین ما خانم مونالیزا رو داریم که نشسته، دست روی دست انداخته، پشتش یه منظره ای رو داریم که عرضم به حضور شما که حالا در بعضی تحقیقات متوجه شدن که یه تیکه هایش واقعیه و خب در نواحی مختلف ایتالیا وجود داره. خانم مونالیزا نشسته بر صندلی، دست‌ها رو بر صندلی گذاشته، پرسپکتیو اتمسفریکه. این داره خاموش میشه، این تکونش بدم. پرسپکتیو اتمسفریک داریم که به نظر میرسه که لئوناردو باز، یعنی از ابداعات آقای لئوناردو ابداع پرسپکتیو اتمسفریه. البته بعضی محقق‌ها میگن که آقا اینو مثلا از هنر آسیایی، هنر شرقی گرفته، خیلی منابعی براش وجود نداره، یعنی شواهد مثالی براش وجود نداره. خب حتی اگر هم مخترعش نباشه به نظر میرسه که خیلی در این زمینه کار خفنی انجام داده، یعنی به اوج رسونده. پرسپکتیو اتمسفریک چیه؟ شخص رو ما داریم، بعد اون دورا لایه‌های مختلف مناظر رو داریم که کوچک و فلو هستن. خب اینی که در پورتره‌ها منظره‌ای وجود داشته باشه خیلی مرسوم بود در رنسانس، ولی این که همشون فوکوس بودن، یعنی این که ما همه رو با دقت میتونستیم ببینیم جزئیاتو، ولی این فلو بودن و این تأثیر این لایه‌ها، نورشون و رنگ‌هاشون در به وجود آمدن یک اتمسفر خیلی میگم اتمسفر در به وجود آمدن یک پرسپکتیو خیلی موثره. حالا تا اینجاییم دقیقاً یکی از نکاتی که گفتی که حالا توی مثلا پس زمینه وجود داره، چون اینم باز مثلا گمان زنی‌های رو راجع به مثلا چیستی تابلو ایجاد کرده. اون پلیه که سمت راست توی مثلا بک منظره دیده میشه. یک در اصل مورخ ایتالیایی به اسم سیلوانو وینچتی میگه که این پل رومیتوه در روستای پونت بوریانو که میگن که دقیقاً تو همون روستای توسکانیه که از توابع فلورانسه و آخرین جای، یعنی خب لئوناردو وقتی که به دنیا میاد پدرش سر پیرو دی آنتونیو بوده، یعنی یک فرد مثلا اصیل اشرافی، ولی مادرش یک زن دهقان معمولی بوده و این در اصل یک رابطه آره دیگه باید تاکید کنیم که حرامزاده بوده. آره دیگه یک رابطه نامشروعی بوده و به دنیا میاد و اصلا برای همینه که اسمش میشه داوینچی، یعنی نام خانوادگی پدرش رو به ارث نمیبره، میشه لئوناردو داوینچی، یعنی لئوناردو از روستای وینچی. هیچ نماد و حالا به اصطلاح ارجاعات شمایل نگارانه رو توی اپیزود ستایش مغان در موردش صحبت کردیم، میتونید اونجا ببینید. مختصری بخوام بگم، قراردادهای اجتماعی بوده که نقاش‌ها رعایت می‌کردن، مثلا حضرت مریم رو همیشه با ردای لاجوردی به تصویر می‌کشیدن و اینها. خلاصه اینم از این. پس اینم نکته خیلی جالب توجهی است که به نظر میرسه که همه اینها زحمت‌های آقای داوینچی بوده برای اینکه، یعنی تصمیمات آقای داوینچی بوده برای اینکه همه چیز رو، حالا به اصطلاح به نوعی کمپوزیسیون هم مثلثیه، یعنی که آره داره توجه رو همش میبره به سمت چهره
حتی میگن که خب لیزا عملاً وارث تمام ثروت و جواهراتی بوده که شوهرش داشته و خب طبیعیه که وقتی که مثلا وارث این همه تو ثروت و جواهرات هستی، پس اینا بوده که تو وارثشون شدی، یعنی در زمان احتمالاً کشیده شدن و پورتره اینا بوده. ولی اینکه به قول تو هیچ کدوم از این عناصر در تابلو دیده نمیشه برای اینکه هیچ حواسی پرت نشه. این یه نکته. دو، ببین مثلا در حالا خطوطی که در نقاشی، در مرزهایی که ما در نقاشی می‌بینیم، همه چیز انگار در یک حالت محو شدگی وجود داره که به این خب میگن که حالا یا مبدعش داوینچی بوده یا مثلا اینو به کمال رسونده، که میگن تکنیک اسفوماتو چیزی بوده که تو داوینچی خب خیلی مرسوم بوده تو کار داوینچی. مثلا ابداع داوینچی بوده. آره، یعنی ما مرزی معمولا نمی‌بینیم، خطوط خیلی محون. حالا اینو به واسطه لعاب‌هایی که حالا رو نقاشی می‌کشیده سعی می‌کرده این مرزها رو چیز بکنه. اگر ما مثلا رو لب‌ها یک توجه ویژه‌ای بکنیم، این لبه تقریباً مرزی نداره، یا اصلا خطوط نقاشی، کناره‌های نقاشی بجز مثلا معدود حالا چیزهایی که در نقاشی وجود داره، تقریباً انگار مرز ابژه ها مثلا یک در هم تنیدگی یا یک مثلا محو شدگی با هم دارن انگار. یه نقلی از داوینچی هست که ارجاع به همون نکته‌ای که میگه، نکته‌ای که عرض کردم که خیلی به دیدن و مشاهده مداقه می‌کرده، یه نقلی از داوینچی هست میگه چشم‌های ما هیچ موقع طرح‌ها و خطوط حاشیه‌ای چیزها رو نمی‌بینن، بلکه در ارتباط با سایه‌ها همواره چیزها محو میشن و ما اونها رو می‌بینیم و به همین خاطر هم در همه نقاشی‌هاش تبا تقریب نسبتاً خوبی در نقاشی‌های اوج به بعدش ما می‌بینیم که از اتفاقاً اسفوماتو زیاد استفاده می‌کنه و این رو به اصطلاح داره. یه نکته دیگه ای که هست، حالا تا قبل اینکه بریم سراغ صورت، حالا تو لبا رو اشاره کردی ولی من دوست دارم اونو به آخر برم سراغش. ببین چند تا نکته هست. یه خط افق جابجاست. خط افق در سمت راست با خط افق در سمت چپ فرق داره. خط افق در راست بالاتره و اساسا نگاه کنی سمت راست تابلو یه مقداری پرتره. یعنی اگر تابلو رو به یک خط عمودی بکشیم، صورت مونالیزا در سمت راست پرتره، نیمتنه راستش سنگین‌تر و پرتره به نوعی، حالا با اون شال و اینها هم، و انگار که یه حالی رو داره چیز میکنه که انگار این در حال یک حرکت ریزیه این اتفاق. یعنی چشم ما با توجه به اینکه همون زاویه‌ای که گفتیم تفاوت داره، انگار که یه حال حرکت ریزی رو تداعی میکنه. در مورد اینا یه دو تا چیزم میخواستم بگم. ببین نوع پوز گرفتن و نوع نشستنش جدیده. در تابلوهای رنسانسی تا اون موقع ما میبینیم که دو حالت داره، یا چهره است به صورت نیمرخ، یا به اصطلاح از زانو به بالا پورتره کامل انسانه. ولی اینی که یک به هر حال فیگور بشینه، از ما نشستش رو داشته باشیم و به ما نگاه کنه، از همه مهمتر، این هم خیلی در اون تابلوهای آن روزگار گویا نگاه کردن به خصوص پورتره زن به مخاطب یه مقداری حالت تابو داشته و به نوعی دریدگی رو مثلا میرسونده. این هم جدید بوده در اون زمان که مخاطب، یعنی اون سوژه که خانوم باشه، مستقیما به مخاطب نگاه بکنه. داوینچی کشیده و خلاصه گفته جدید بود نبود. ببین دو تا نکته جالب توجه دیگه راجع به تابلو اینه که یکی تو گفتی که ما انگار هر جا از هر زاویه‌ای داریم به تابلو نگاه می‌کنیم، انگار این چشم‌ها دارن ما رو دنبال می‌کنن. وازاری جمله عجیبی داره که میگه که انقدر تابلو زنده است که من احساس می‌کنم که میتونم مثلا نبض دست مونالیزا رو انگار حس کنم که این نبض داره انگار میزنه. و یه نکته بامزه دیگه میگن دنبال کردن چشما منحصر در مونالیزا نیستا، یعنی انگار که هر تابلویی، هر تصویر دو بعدی که به ما خیره بشه این اتفاق میفته توش. یه نکته بامزه دیگه اینه که میگه که آقا من زمانی که فوکوس رو، یعنی اگه من فقط تصویر بسته چهره رو فقط نگاه کنم، اگه روی چشم‌ها تمرکز بکنم به خاطر حالتی که چشم‌ها دارن، احساس می‌کنم که اون پایین یک لبخندی وجود داره. در حالی که اگه به لب‌ها نگاه بکنم احساس می‌کنم که
خیلی لبخندی نمیبینم و این یکی از واقعا عجایب کاری که ببین حالا میگم من می‌خواستم سر فرصت بریم سراغ صورت، حالا که رفتی دیگه بریم. شاهکار داوینچی در صورت مونالیزا اتفاق میفته با توجه به اینکه در اثر اون کالبد شکافی‌های خیلی جدی که داشته متوجه میشه که چه عضلاتی در صورت باید منقبض بشن که لبخند صورت بگیره یا اخم صورت بگیره و اینها، و این رو در چهره مونالیزا به بهترین وجه با همون اسفوماتویی که گفتی و حالا عرضم به حضور شما که محوکاری که اتفاق افتاده ما میبینیمش. یه نکته رو اول بگم بعد دوباره برم سراغ این مسئله. ببین مثلا مونالیزا ابرو نداره و ارجاع به اون صحبتی که باز در اپیزود ستایش مغان کردیم، خیلی این اتفاقات از این دست میتواند باعث تفاسیر غلطی بشود. اونجا هم در مورد همین مسئله صحبت کردیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که نسخه پرادو اهمیتش اینجاست که ما وقتی نسخه پرادو رو میبینیم متوجه میشیم که اولا رنگ اصلی مونالیزا این نیست و بلکه در طی سالیان زرد شده. دو اینکه متوجه میشیم که به نظر میرسه که سرکار خانم مونالیزا ابرو داشته در تابلوی اصلی، بلکه در اثر اون سایش ها و اینها پاک شده. در حتی تو اون اسکنی هم که توی 2015 مشخص میشه که از لایه های زیرین اونجا هم ابرو داشته دیگه. دفع دخل مقدر اصطلاحاً میگن، یعنی چیکار شده؟ یعنی اینکه ایرادی که ممکنه به ما بگیرن، فارسیش این میشه که یعنی ایرادی که به این حرف ممکنه بگیرن اینه که خب شاید مونالیزا رو برده در فرانسه، اونجا تصمیم گرفته ابروهاشو پاک کنه. خب باز این برمیگرده اون صحبتی که کردیم، پس چرا اینقدر همه این کرکسیون ها و تغییراتی که ایجاد کرده توی اون هم هست؟ یعنی اینکه مثلا حالت دستا رو ما میبینیم که عوض کرده توی همون اسکن های ایکس ری، توی نسخه پرادو هم هست و همه اینها. و حتی جالبه وازاری در توصیفی که از مونالیزا داره توصیف ابرو محور داره، یعنی میگه ابروهای نازکی داره، مثلا چشمهایی که این حالت رو داره. و خب ها به هر حال بعضن پیش اومده که اساتید حتی این اتفاق رو رقم زدن. بعد حالا در مورد صورت باز میخوای شما بگو، بعد من برم سراغ لبخند خفن. ببین خب ما باز مثلا موها رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، موها هم حالتشون باز به نحوی هستن که انگار فقط قاب صورت رو برای ما فقط برجسته میکنن، یا حتی ما خب با مثلا ظرافت تمام یک انگار پارچه نازک مثلا حریری روی بالاخره سر مونالیزاست. این که حتی حالا انگار خیلی میگن که انگار لایه لایه بوده، یعنی انگار مثلا اول صورت رو کشیده بعد رو اون اومده مثلا اون پارچه حریر رو گذاشته. همش که این خیلی خودش توانمندی میخواد که به این زیبایی تو بتونی ترانسپرنسی این، حالا من فارسیش میشه، شفافیت این پارچه رو برسونی. و حتی بعضیا میگن که این پارچه انگار به نوعی داره یک حاله نوری رو بره مثلا مونالیزا ایجاد میکنه که ما انگار یک قداست غیر مثلا الهی رو برای مونالیزا در نظر بگیریم و این هم چیز عجیبیه که تو تابلو بالاخره دیده میشه. توی صورت یک نکته‌ای هست، میگن که شما احساسات یک آدم رو از گوشه چشم‌ها و گوشه لب‌هاش بیشتر از همه درک می‌کنی. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای داوینچی اومده و این گوشه‌ها رو با اسفوماتو بسیار بسیار محو درست کرده، به گونه‌ای که تو اگر یه چیزی رو داره، عرضم به حضور شما که حالا بدش کن اینو الان بگم دوباره داستان میشه، خیلی طولانی میشه صحبتمون، ولی این به اصطلاح حالت روانی خودت رو به نوعی میتونی پروژکت کنی، یعنی بر اساس آن چیزی که خودت، حالی که خودت داری، یه موقعی ممکنه عصبانی ببینی، ممکنه خشمگین ببینی. البته یه نکته‌ای وجود داره، همون نکته‌ای که شما فرمودید. اگر اون مطالعه اپتیکی داوینچی اینجاست، داوینچی فهمید که آقا ما وقتی یک چیز رو تمرکز میکنیم بهش دیگه حاشیه ها رو نمیبینیم، بلکه سایه هایی از اون حاشیه رو میبینیم
وقتی شما تابلو رو میبینید و اون هرم رو میبینید، تمرکز یعنی در واقع نقطه اصلی دیدتون میره رو چشم مونالیزا. وقتی شما چشم مونالیزا رو میبینی، سایه هایی که دور لب کشیده میبینی و احساس میکنی که داره لبخند میزنه. اما وقتی تمرکزت رو میذاری روی لب، هر چی میگردی لبخنده نیست، چون اونجا چشم به لحاظ حالا به لحاظ چیزی دیگه، یعنی اون آناتومی چشم، نوری که مستقیما میره روی اون، حالا نمیدونم چیه، قرنی است مرنی است، بلد نیستم، ولی اصل مطلب اینه که شما وقتی که یک چیز رو میبینی، تمرکز روی یک چیزه، حاشیه ها رو به صورت سایه میبینی. وقتی تمرکز اینجا دیگه پای کیاروسکورو هم به قضیه واز میشه دیگه، که یکی از بالاخره تکنیک‌های خیلی مرسوم توی عصر رنسانس بوده که باز میگن داوینچی رو باز به اوج و بالاخره کمال خودش رسونده. کیاروسکورو رو هم توضیح بده دیگه. پس کیاروسکورو در اصل تکنیکیه که در اون تلاش میشه با حالا تضادهای رنگی و حالا خصوصا در تیرگی و روشنی رنگ‌ها. شما ببینید الان هم اسفوماتو هم کیاروسکورو جفتشون یکی از کمک‌هایی که دارن به نقاش میکنن اینه که در یک صفحه تخت دو بعدی این توهم سه بعدی بودن رو برای ما ایجاد بکنن و اینم بالاخره حالا در اون هم محبودگی اون مرزها که اصلا حالا خود همین هم داره به اون رازآلودگی انگار تابلو توی دید بیننده کمک میکنه و این کیاروسکورو داره کمک میکنه که با این سایه روشن‌ها، با این سایه پردازی‌ها، با این اختلاف‌های رنگی، با این تضادها من احساس بکنم که با یک جسم سه‌بعدی روبرو هم در یک دقیقاً نکته خوبی رو گفتی دیگه. ما یک چیز سه‌بعدی رو از نور و سایه‌اش متوجه میشیم دیگه و از شدت و ضعف سایه‌اش متوجه میشیم. کیاروسکورو هم دقیقاً همینه، یعنی بازی با شدت رنگ یک حالا بازی با شدت یک رنگ و دقیقاً این سایه هایی که کشیده. حالا این داشتم میگفتم وقتی شما رو لب تمرکز میکنید دیگه اون سایه ها رو نمیبینی و هرچی میگردی دیگه اون لبخنده پیدا نمیشه و این شاهکار داوینچیه که هیچ کس دیگه‌ای به نظر میسه تا الان نتونسته همچین لبخندی خلق کنه. یعنی پیش از داوینچی داریم نمونه هایشو و پس از داوینچی هم داریم. یعنی اینکه آقای مسینا 2 نقاشی معروف داره که مردهایی در حال خندیدنن که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خندشون خیلی مصنوعیه یا مثلا حالت تمسخرآمیز خیلی واضحه دیگه. آره. یا اینکه حتی یا بعدی ها دیگه مثلا انگر داره یک پورتری رو، یا عرضم به حضور شما که تیسیان داره اگه اشتباه نکنم، یا روبنس داره که اونم همینطوریه و نکتهش همینه که واقعا شاهکار آقای داوینچی در کاری است که انجام داده و به نظر تا الان هم کسی نتونسته این کارو انجام بده. بعد ببین مثلا یک سری مثلا ریزه‌کاری‌های عجیب غریبی توی مثلا تابلو هست که تو وقتی که خب بالاخره این همه سال رو نقاشیت کار می‌کنی، مثلا در دوخت‌هایی که در حاشیه لباس مثلا مونالیزا آدم می‌بینه، از این حجم از مثلا توجه به جزئیات، چون ببین داوینچی معروف بوده به نقاشی که مثلا خیلی رو جزئیات نقاشیش کار می‌کرده و خب در هر گوشه از نقاشی ممکنه ما با یک چیز عجیب غریبی روبرو بشیم دیگه. مثلا تو همون تابلوی مثلا شام آخر چقدر داستان وجود داره، چقدر تفسیر وجود داره. خب اینا کارهایی که در اصل داوینچی حالا آگاهانه یا خودآگاه یا ناخودآگاه این اختیار رو انگار به ما داده و این امکان رو به ما داده که ما این کارها رو توی نقاشیش خلاصه دنبال بکنیم. اینجا هم از این دست اتفاقات خب بالاخره خیلی داریم می‌بینیم دیگه. یعنی جزئیات عجیب غریب، توجه به خیلی از چیزا که خب اینا باعث میشن که یه تابلو بالاخره شاهکار باشه، تابلو معمولی باشه بالاخره. اتفاقا همین رو می‌خواستم بگم. همین یه سوالی که واقعا ذهن من رو درگیر کرد بعد از این قضیه، همین تابلوی نسخه چیزه، بگو اسمشو، پرادو. ما 2 تابلو داریم که تقریبا این هم نقاشی شدن. یکیشو یه نفر دیگه نقاشی کرده، یکیشو داوینچی نقاشی کرده. واقعا نسخه پرادو به جز ارزش تاریخیش برای ما ارزش هنری داره. ارجاع به اپیزود هنر چه چیزهایی نیستی که باز اونجا میذاریم، این هم یه سوالیه که میشه بهش خیلی فکر کرد. همین.
خب بریم سراغ ادامه. دیگه چی داری از تابلو برامون؟ من از تابلو دیگه خیلی فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه. یه مقداری در مورد علت‌های یعنی تا جایی که من میدونم همه اینها با این که بسیار بسیار ستایش شده، توفیل گوتیه در موردش نوشته، نمیدونم کیا نوشته بودن به جز گوتیه، مثلا بورکهارت هم یه چیزی گفته بود. بورکهارت که متأخره، از گذشتگان خیلی ها نوشته، حالا مثلا وازاری اونجوری نوشته و باقی دوستان. به نظر میرسه که شهرت جهانی مونالیزا مدیون چیز دیگری است. دقیقاً. حالا اتفاقات مختلفی افتاده دیگه در طول زمان. حالا تا قبل از اینکه بریم سراغ این، یه اتفاقی که میفته خب معلومه در حالا یه موقع است مثلا یک تابلوی تبدیل به سلبریتی هنری میشه که در بین عموم مردم یک شناختی رو وجود داره، ولی در بین خود هنری‌ها انگار واقعا یک ارزشمندی بالایی تابلو داشته. حالا چه در نقاشان متأخر چه در حتی نقاشان هم عصر خود آقای داوینچی که مثلا ما پورتری رو از رافائل می‌بینیم که به لحاظ حالا کلیات پورتری که کشیده و اون حالا شخصی که در تابلو حضور داره خب خیلی شبیه به مونالیزاست. یا حتی از هنرمندان متأخرتر هم داریم، همینجوری بیایم تا جلو تا آقای دوشان که خب یه کار عجیب غریب کرده با مونالیزا. خیلی ممکنه بگن که خب هنرمندا دست به کپی کاری از مونالیزا زدن و می‌خواستن برای خودشون مثلا اعتباری بخرن که آیا واقعا این ما مثلا رافائل اومده کپی کاری کرده یا اتفاق دیگریه که خب تو یک چیز جالبی رو این حوزه کاری. آره دیگه. آره اینو بگو که یه صحبتی ببین یه مقداری حالا طولانی شد صحبتمون، من خیلی نمیخوام بپردازم. ببین یه مفهومی رو داریم ما به خصوص در هنر پست مدرن که بازیافت، یعنی بازیافت درست نیست، دریافت یک اثر و به نوعی حالا میتواند ادای دین باشد، میتواند چیز دیگری باشد، یعنی در واقع استفاده از یک اثر برای خلق یک اثر جدید است که حالا به نوعی میشه تمسخرآمیز باشه، میتونه قدردانی باشه، حالا اساساً اپریشیشن یا چیزهای شبیه به این که خب مونالیزا یکی از معروف ترین، یعنی فکر کنم بیشترین تعداد اپریشیشن رو داره. علتش هم خب طبیعیه دیگه به لحاظ معروف، کما که احتمالاً بیشترین تعداد وندالیسم هنری هم یعنی در مواجهه با مونالیزا بوده دیگه که این هم چیزه. حالا وندالیسم هم من بگم، وندالیسم در واقع خرابکاریه، به نوعی خرابکاری هایی که احتمالاً هدفمند یا غیر هدفمند. مثلا همین اتفاقی که 2 هفته پیش افتاد، الان 1 هفته پیش، ولی احتمالاً شما که میشه 2 هفته پیش که سوپ پرت کردن به مونالیزا و فلان و اینها، به نوعی وندالیسم محسوب. یک شنبه 8 بهمن بوده دیگه که 2 تا خانم میرن تو لوور. چون یا کن 2 تا در حفاظت از مونالیزا 2 تا اتفاق رقم زده. یکی اینکه الان تماشاگران از سمتری مونالیزا دیگه نمیتونن جلوتر برن. خب یک لایه محافظ شیشه‌ای خیلی قوی ضد گلوله 3 لایه وجود داره که هیچ اتفاقی برای مونالیزا نیفته و میرن خب یه سوپی رو میپاشن روی خلاصه اون شیشه محافظ و بعد مثلا یه تیشرتی رو مثلا نشون میدن که روش نوشته که آقا مثلا فود ریپوست، یعنی خلاصه می‌خواستن راجع به افزایش آگاهی مردم راجع به فقر و گرسنگی و اینا. مثلا اولین و آخرین وندالیسمی هم نیست که یه سریش که واقعا به تابلو صدمه زده دیگه. یک سری یک بار اسید پاشی داشتیم به تابلو، یک بار یکی میاد با آجر میزنه، انگار یه جوری هم میزنه که شیشه محافظ هم داشته، شیشه محافظ خورد میشه و میخوره به تابلو و چیزهای شبیه به این که متاسفانه صدمه زده. من میگم به نظرم بریم در مورد سرقت صحبت کنیم و بریم سرقت. اگه میخوای بگو که دیگه قال شروع کنیم. اتفاق از سال 1911 شروع میشه. میگن که یک نقاشی یه بار مثلا وارد موزه لوور میشه و میره که مونالیزا رو ببینه و میبینه سر جاش نیست. حالا خیلی‌ها میگن که انقدر مثلا مونالیزا موقع بی اهمیت بوده که اصلا کارمندای موزه متوجه نشدن که مثلا سر جاش نیست. نه این درست نیست البته. در حالی که میگن که اون موقع اتفاقی که میفته این بوده که در حال تهیه کاتالوگی از مثلا موزه لوور بودن و خیال کردن که مونالیزا رو بردن برای عکاسی کاتالوگ. حالا ماجرا از چه قراره و میفهمن که خلاصه تابلو خلاصه جا تره و بچه نیست. یک فردی به اسم وینچنزو پروژا، حالا میگن که این آقای 1911 بوده. 1911
این آقای پروجا میگن که حالا یا اون موقع کارمند بوده یا میگن بعضیا که مثلا کارمند سابق موزه لوور بوده. میگه به راحتی هر چه تمام‌تر لباس کار معمول کارمندان موزه رو میپوشه، وارد موزه میشه، چون تابلو از روی چوب نقاشی شده دیگه، روی یک چوب حالا سپیدار یا صنوبر میگن. تابلو رو به راحتی میبره توی اتاق جاروها و مثلا حالا اون اتاقی که جاروها و تیها نگهداری می‌شده اونجا قایم میکنه و شب موقع رفتن به راحتی هر چه تمام‌تر حالا زیر کتش و لباسش قایم میکنه و از موزه خارج میشه. به مدت حدود 2 سال این رو توی هتلش نگه می‌داشته تو اتاقی که داشته و بعد تلاش میکنه که تابلو رو به فلورانس ببره، به یک موزه‌دار فلورانسی که اگه اشتباه نکنم موزه اوفیتزی بوده. اینو بهشون بدن، یعنی میاد به اون موزه‌دار بده، خلاصه راپورت رو میدن و پلیس میاد دستگیر میکنه و میفهمن که حالا قضیه از این قراره. میگن حدود 6 ماه هم بنده خدا زندان میفته و چیز دیگه. در جریان این سرقت مشکوک به پیکاسو هم میشن حتی، یعنی دقیقاً عرضم به حضور شما که چون حالا گیوم آپولونیر که از دوستان پیکاسو باشه انگار یک جمله‌ای داشته که باید لوور رو با آتش کشید و فلان و اینها، میان میگیرنش و میبرنش و به هر حال یه هفته هم بازجویی میکنن، من خدا رو ولشون میکنن. راپورت پیکاسو رو میده، میرن پیکاسو رو هم چیز میکنن، بازجویی میکنن که میبینن که خبری نیست. دقیقاً. و حالا اینو بگم، خب علاوه بر این در زمان جنگ جهانی دوم هم یک بار دیگه مونالیزا از لوور خارج میشه. یعنی چون اون گفتی که از اون موقع تو لوور بوده، من اون موقع اسپویل نکردم چون می‌خواستم که برسیم به اینجا، ولی انگار که بعد از اون هم یکی دو باری حداقل از لوور خارج شده. آره اصلا که صدمه نبینه. دقیقاً. ببین حالا من ماجرای دزدی رو تموم بکنم بریم سراغ بقیه وندالیسمایی که وجود داره. خب 6 ماه بنده خدا میفته زندان و وقتی هم که آزاد میشه به عنوان مثلا یک قهرمان ملی که می‌خواسته بالاخره یک اثر خب بالاخره نقاش معروف ایتالیایی رو به فلورانس برگرده ازشون تقدیر میشه، ولی خب دیگه خیلی بنده خدا براش فایده‌ای نداشت. خب اعتقادش این بوده که آقا نقاش باید به زادگاهش برگرده. حالا اتفاقاتی که به ترتیب افتاده چیه؟ ما تو سال 1956 در حال فکر کنم با تیر باید متوقفت کنی یا همینجوری میخوای بری؟ بابا طولانی شد، ملت فوشمون میدن. نه دیگه بگم و تموم کنن دیگه. بگو. یه نمایش موقتی داشته توی موزه مونتابان. اونجا میان اون اسید پاشیه رو انجام میدن که مثلا پایینای تابلو آسیب جدی میبینه، خب مدت هم طول میکشه مرمتش. بعد از همون دیگه شیشه رو میذارن. آره دیگه. اتفاق نیفته. ولی خب یه اتفاق خیلی مهمی هم که بوده، خب تو دهه 60 و 70 یه سری تورهایی میره، مثلا مسکو میره، توکیو میره و اصلا مهمتر آمریکا. یه نمایشگاهی بوده حدود سال 1963 و این تور آمریکاست که علاوه بر اون قضیه دزدی اینو تبدیل رسما به یک سلبریتی میکنه و این واقعا توی حتی خونه های مردم هم عملا و توی تلویزیون های مردم هم، چون سیستم رسانه آمریکا خیلی این قضیه رو پوشش میده. حتی میگن که مثلا برای جابجایی مونالیزا از فرانسه به آمریکا یک باکس مخصوصی در نظر گرفتن و حدود 100 میلیون دلار اومدن اینو بیمه کردن که بعد دیدن که آقا اصلا نمیصرفه، ما اگه تأمین کنیم امنیت مثلا انتقال تابلو رو خیلی خرجش کمتر میشه و اینا. یعنی میخوام بگم که یه سری اتفاقات عملا میدن یک ضریبی به مشهوریت مونالیزا دادن. اصلا ما صحبتمون هم سر این بود اگه یاد باشه که وقتی تصمیم گرفتیم بریم سراغ این موضوع، من خودم احساس میکردم که شاید بیشتر همش باید قصه بگیم که آقا این مثلا این داستان این فلان این بسا، ولی وقتی یه ذره بیشتر تأمل کردم دیدم که نه واقعا خب به هر حال این ارزشمندی‌های خوبی که داشته میشه ازش استفاده کرد. اینم از این جهت و همین دیگه. نکته خاص دیگه ای من ندارم. اگر داری من عذر میخوام. نه چون طولانیه، اگه بخوام بریم همینجوری هی زیاد میشه و پیش باید بریم. آره تمامش کنیم. شما داد نکنه. آره مخلصیم. خب اینم از این اپیزود. امیدواریم که به درد بخور و خوب بوده باشه. دمتون گرم که همچنان هامارتیا تماشا میکنید، ما رو دنبال بکنید و ما رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. دمتون گرم و خدا نگهدار.